محمد رحیم، غمخوار، مهربان، دلسوز برای دشمنش گریه میکرد، برای مشرکی که در حق خونش تشنه هست میخواه که محمد نابود باشه، برای او گریه میکرد، دستا را میبرداشت میگو اللهم اهدی قومی فانهم لا یعلمون. پروردگارای قوم من هدایت اینا نمیدانند. در حق مشرکین دعا میکرد، گریه میکرد برای مشرکا. یک همسایه یهودی داشت، پسر اون عادت داشت هر روز نزد جناب پیغمبر می آمد، بسیار جناب پیغمبر را دوست می داشت. پدر و مادرش معن نمی کردن اون کودک. به چی خاطر؟ یک سخن داشتن، یک جمله می گفتن، میفتن فرزند ما از محمد چیزی بد نمیگیره، فرزند ما از او ادب و اخلاق می آموزه، راستگویی، امانت نگهداری تعلیم میگیره. این کودک از دینی وی از کجا میدانه؟ معن نمی داشتن. این کودک بیمار شد. این عاشق رسول الله، این کودکی که محبت رسول الله در دلش بود، رسول الله را از جان و دل و پدر و مادرش بالاتر دوست می داشت. این کودک بیمار شد، در سکرات موت افتاد. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم پسی در خانه اونها رفت زد، از پدر و مادرش اجازت گیری، گو من اجازت بده این دوست من خبرگیری دارم، از حالتش خبردار شوم. اجازت دادن. جناب پیغمبر در آمد که این کودک خیلی در حالت سخت است، در سکرات موت است، حالت جان دادن است. پیغمبر بزرگوار گو یا بنیه، ای بچه حکم، گو ای فرزندم، کلمه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله را بگو تا اینکه دنیا و آخرتت آباد شود، تا اینکه از دنیا به ایمان بروی، تا اینکه جنت جاویدانی را از خود کنی. این کودک در حالت ایمان حیران ماند، در حیرت افتاد. از دست چپش پدر و مادرش هستند، مشرک، از دست راستش جناب پیغمبر تلقین داره. گردن کج به سوی پدر و مادر گشت، گردن کج به سوی پدر و مادر نگاه کرد، آبهای دیدش میریختند. حتی میگه پدر و مادرش هم در رحم آمدن، گفتن اطیع ابا القاسمه، تن پدر قاسم محمد دوست چیزی میگه اطاعتش گفتش بجا بیار. این کودک گشت با آبی دیده، با اشک ریزان، او اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله. کلمه شهادت گفت که جانش از بدنش بیرون شد، جان از بدن بیرون شد. جناب پیغمبر گریان از حجره بیرون شد، گو ای پروردگار شکر و حمد برای تو که به سبب دعوت من یک فرزند یهودی از آتش ابدی دوزخ نجات یافت. پیغمبر ما چقدر دلسوز و رحیم و مهربان، حیات عمر غم من و شما را خورد. امتی گفت